خب من اومدم در خدمت شما با آموزش یک کیف خیلی زیبای دیگه. من اسم این کیف رو کیف شیدا گذاشتم. بافت خیلی ساده ای داره، پایه‌ای کوتاه و زنجیره هستش که از کنار همدیگه قرار گرفتن این زنجیره ها و این بافت پایه کوتاه، این بافت خیلی شیک و زیبا درست میشه. نگاه کنید بچه‌ها، من این کیف رو آسترکشی کردم. طریقه آسترکشی رو هم کامل توی کانال بهتون گفتم که به چه صورت. از مگنت استفاده کردم، بند چرم هم بهش دوختم و کفی کار رو شلاقی زدم. از این استوک ها استفاده کردم که محکم بشه. فقط یه نکته رو من بهتون بگم بچه‌ها، این استوک ها نگاه کنید 2 تا سر داره. وقتی که از پایین کیف و شلاقی رد کردید، این 2 تا سر استوک رو یکی به چپ یکی به راست باز میکنید که محکم بشه و اجازه نده که کفی تکون بخوره. 300 گرم نخ رافیا نیاز داشت این کیف خیلی زیبامون. میتونید این کیف رو به سلیقه خودتون آسترکشیش رو یا انجام بدید و یا اینکه اگر دوست نداشتید آسترکشی نکنید. زیپ هم میتونید بهش نصب کنید یا حتی مثل من با مگنت این کار رو انجام بدید. از خود نخ رافیا هم میتونید یک بند خیلی زیبا براش ببافید و این کیف رو به هر شکلی که خودتون دوست دارید تزیینش کنید. بریم با هم دیگه این آموزش زیبا رو ببینیم. خب بریم برای شروع یک بافت خیلی زیبای دیگه، یک کیف خیلی زیبا. من قراره برای مشتری ببافم ولی گفتم که آموزشش رو برای شما هم ضبط کنم. من از نخ رافیای تابیده دارم استفاده میکنم و قلاب شماره 3. برای بافت این کیف من حدود 300 گرم نخ رو در نظر گرفتم که حالا وقتی کیف رو بافتم اندازه‌گیری دقیق رو انجام میدم و بهتون میگم که به چه صورته. کفی این کیف رو بیضی قراره ببافیم ولی این بیضی رو من میخوام به طول و عرضش رو تقریبا 14 یا 15 سانتی متر، یعنی میخوام یک بیضی توپل در اصل داشته باشم، کشیده نباشه. میخوام یک مقدار از عرض بزرگتر باشه. من همیشه کفی های بیضیم تقریبا 10-11 سانتی متر میشه. این دفعه میخوام حدود 14 یا 15 سانتی متر بزرگی کفی کیفم باشه. حالا شاید به 14 رسید، نمیدونم، 15 به نظرم خیلی بزرگ میشه. کفی هم که قراره بیضی باشه، به خاطر همین وقتی که میخوایم کفیمون توپل باشه باید تعداد زنجیره ها رو کمتر کنیم که عرض کار بزرگتر بشه. خب من این کفی رو میخوام با 25 تا زنجیره شروع بکنم. یه زنجیرم برای برگشتش میزنم که میشه 26 تا. نخ رو به این صورت روی دستم قرار میدم، قلاب زیر نخ یه تاب به نخ میدم و اینجا یک زنجیره میزنم. این نخ رو میکشم که این گره محکم بشه. حالا از اینجا نگاه کنید، نخ میگیرم از این حلقه رد میکنم، نخ میگیرم از این حلقه رد میکنم و یک تعداد زنجیره میزنم. حالا 26 تا زنجیره من میزنم، برمیگردم. خب 26 تا زنجیره زدم که این یه دونه زنجیره آخر برای برگشت کارمون هستش. خب کار رو به این سمت برمیگردونم. بچه‌ها اول بهتون بگم که ما برای بافت کفی بیضی 4 تا مارکر نیاز داریم. یه دونه مارکر حتما رنگش متفاوت باشه برای شروع رجمون که ابتدای رج رو گم نکنیم. این 3 تا هم که همرنگ همدیگه هستن. خب این زنجیره 26 رو من کاری ندارم، بافت رو برمیگردونم از پشت زنجیره که همه زنجیرهای حلقه پشتشون هست. از پشت این زنجیره شروع به بافت میکنم. یک نخ میگیرم میارم بیرون. الان 2 تا نخ روی قلاب منه، هر 2 تا رو با هم یکی میکنم. خب این پایه اولی هستش که شروع رج منه، پس باید مارکر سبز رنگ که رنگش متفاوته اینجا قرارش بدم. نگاه کنید زیر این زنجیره مارکر رو قرار میدم. حالا از توی همین زنجیره که یه دونه پایه بافتم، من 2 تا پایه دیگه اینجا میبافم. میخوام یه دونه از گوشه های کفی بیضی رو اینجا شکل بدم. این یک پایه دیگه و اینجا هم یک پایه دیگه. یعنی من توی زنجیره اول 3 تا پایه بافتم. نگاه کنید 1 2 3. حالا وسطی رو که کار ندارم، روی پایه سوم هم دوباره یه دونه مارکر باید قرار بدم. حالا این تعداد پایه ها رو ساده، یعنی هر کدوم یه دونه پایه، نگاه کنید از زیر نخ پشتی وارد میشم، یه دونه نخ بیرون میارم، یک پایه، دوباره از زیر نخ پشتی یک نخ بیرون میارم، اینجا هم یک پایه. تک به تک این زنجیره ها رو میبافم تا زنجیره آخر که زنجیره آخر هم باید مثل این قسمت 3 تا پایه یک جا بافته بشه. خب نگاه کنید بچه‌ها،
این پایه اول که 3 تا بافته بودیم، اینجا هم 23 تا پایه تک، تعداد پایه همون 25 تا بود دیگه. اولی و آخری رو باید 3 تایی ببافیم، پایه های وسط میشه 23 تا پایه. حالا رسیدم به آخرین پایه، اینجا هم باید من 3 تا پایه ببافم. یه دونه نخ بیرون میارم، این یک پایه که روش یک مارکر قرار میدم. نگاه کنید از زیر زنجیرش، ببینید کجا مارکر قرار گرفته، اینجا زیر این زنجیره. خب این یک پایه دیگه هم اینجا می بافم و یک پایه دیگه دوباره از همین زنجیره بافته میشه. حالا روی آخری هم باید یه دونه مارکر قرار بدم، دقیقا مثل قسمت روبرو. 3 تا 1 2 3 تا پایه میذارم، روی اولی و آخری مارکر قرار میدم. دوباره این 23 تا پایه سر جای خودشون بافته میشه. این نخ رو من یه مقدار کوتاه‌تر کنم. خب نگاه کنید بچه ها، اینجا این زنجیره هایی که ابتدای بافتمون بودن، اینجا هر کدوم دقیقا روی پایه قبلی میفته. قلاب من وارد این زنجیره میشه، زیر این زنجیره میره. این نخ اضافه رو قلابم قرار میدم، یک نخ بیرون میارم، یک پایه میبافم. زنجیره بعد به همین ترتیب، این دومین پایه، پایه بعد میشه سومین پایه، زیر زنجیره بعدی میرم، این 4 تا، به همین ترتیب تا 23 تا پایه رو به همین صورت میبافمشون تا برسم به ابتدای بافتم. نگاه کنید دقیقاً هر پایه روبروی پایه قبلی میفته. برمیگردم تا اینجا میبافم. خب این 23 تا پایه رو سر جای خودش بافتم. بچه توی بافت کفی بیضی افزایشی هامون روی این 3 تا پایه ابتدایی و این 3 تا پایه انتهایی هستش. اینجا این 3 تا و این 3 تا، این پایه هایی که وسط در دو طرف قرار داره ثابت هستن تا آخر همین 23 تا میمونن. خب این مارکر ابتدایی رو خارج میکنم. حالا رسیدیم به رج دوم. رج دوم باید این پایه های 3 تایی که این گوشه هستن و 3 تایی که این گوشه هستن جفت بافی بشه. پس زیر زنجیره اول میرم، نخ رو بیرون میارم، یک پایه، بلافاصله مارکرم رو قرار میدم. همیشه وقتی که پایه رو بافتید سری مارکر رو بذارید که ابتدای رجتون گم نشه. حتی این قسمت ها همینطور، کلا مارکرها رو باید سری بذارید. خب این یک پایه، از همینجا یک پایه دیگه میبافم. این پایه اولم بود که جفت بافی شد. حالا میرم زیر پایه بعدی، اینجا هم جفت بافی میشه، یعنی 1 و 2، 2 تا پایه کنار هم دیگه. مارکر آخری رو بر میدارم، اینجا هم زیر زنجیرش میرم و 2 تا پایه یک جا میبافم، 1 و 2. حالا مارکر رو سر جای خودش روی پایه دوم قرار میدم. یه نکته دیگه هم اینجا همین ابتدای کار بهتون بگم بچه، وقتی توی این مسیر هستیم برای من میشه از چپ به راست. مارکر روی اولین پایه قرار میگیره. وقتی که کار من بر میگرده دارم میرم دوباره از این قسمت، بازم از چپ به راست. منظور اینه که بر میگرده. روی مارکر بعدی روی پایه آخر، یعنی وقتی که توی این مسیر هستیم ابتدای رج مارکر میخوره، وقتی توی این مسیر هستیم انتها، پایه انتهایی مارکر میخوره. اینجا هم وقتی که رسیدم اینجا پایه ابتدایی مارکر میخوره، وقتی که دارم برمیگردم پایه‌ای که در انتها میبافم مارکر میخوره. حالا حین بافت هم دوباره متوجه این حرف من میشید. خب حالا من رسیدم به این 23 تا پایه، زیر زنجیرشون میرم، این 23 تا رو سر جای خودشون میبافم تا برسم به مارکر بعدی. خب 23 تا پایه رو بافتم، رسیدم به مارکر بعدی. مارکر رو خارج میکنم، زیر این پایه‌ای که مارکر داشت وارد میشم، 2 تا پایه میزنم. قرار بود جفت بافی بشه دیگه. روی پایه اول که بافتم سری مارکرم رو قرار میدم، یک پایه دیگه از همین نقطه میبافم. خب این دوتای اول زیر زنجیره وسطی میرم، اینجا هم جفت بافیش رو انجام میدم، 1 و 2. رسیدم به مارکر بعدی،
زیر زنجیره این مارکر هم نگاه کنید، زیر این زنجیره آخری هم جفت بافی. قرار بود این 3 تا پایه‌ای که توی گوشه هستن افزایشی های ما رو تشکیل بدن. نگاه کنید کار من داره برمیگرده، پس روی پایه آخر باید مارکرم رو قرار بدم. دوباره این 23 تا سر جای خودش ثابت بافته میشه تا برسم به انتهای، به ابتدای رجم، به اون مارکر سبز رنگ. پس این 23 تا رو سر جای خودش میبافم. خب رسیدم به ابتدای رجب. مارکر سبز رنگ رو خارج میکنم. حالا اینجا تعداد پایه هامون از توی رجب اول که 3 تا بود اینجا تبدیل شد به 6 تا، یعنی هر قسمت 2 تا پایه من دارم. اولی رو تک میبافم. قانون گردبافی توی رجب دوم یه پایه تک یه پایه جفت. خب این پایه اول منه که تک میبافم و مارکرم رو سر جای خودش قرار میدم. حالا پایه دومم باید جفت بافی بشه، یعنی از زیر این زنجیره وارد میشم یک پایه و از همینجا یک پایه دیگه میبافم. رسیدم به دوتای وسطی. اولی رو تک میبافم، دومی رو جفت بافی میکنم 1 و 2. حالا دوتای آخر. اولی رو تک میبافم، مارکر رو خارج میکنم، دومی رو جفت میبافم 1 و 2. روی پایه آخر مارکر میذارم فراموشمون نشه. خب دوباره این 23 تا سر جای خودش. به این پایه که رسیدم همین کار تکرار میشه. پایه اول تک، پایه دوم جفت، پایه اول تک، پایه دوم جفت، پایه اول تک، پایه دوم جفت بافی میشه. دوباره مارکر رو روی آخری قرار میدم. این 23 تا پایه رو میبافم تا برسم به این نقطه. خب رسیدم به رجع بعدی. ابتدای رجم هست. مارکر رو خارج میکنم. توی این رجع باید 2 تا پایه تک یک جفت بافته بشه. الان من نگاه کنید پایه هم تبدیل شده به 3 تا. این یه دونه تکه، اینم یه دونه جفتیه که رجع قبلی داشتم. حالا باید 2 تا تک یک جفت ببافم. برای اینکه پایه های جفتم روی همدیگه نیفته من ابتدایی ترین پایم رو یعنی اینجا رو جفت بافی میکنم و بعد 2 تا تک رو میزنم 1 و 2. خب جفتم رو زدم. مارکرم باید روی پایه اول قرار بگیره. نگاه کنید این پایه اول بود. حالا دوتای بعدی رو من تک میزنم 1 و 2. برای قسمت بعدی هم که 3 تا پایه داریم اولی رو جفت میزنم، دوتای بعدی رو تک میزنم 1 2. این جفت من بود. حالا اینجا 1 2. 2 تا تکی زدم. این قسمت هم به همین ترتیب. اولی رو جفت میزنم 1 2 کنار هم، پایه بعدی تک، پایه بعدی هم که مارکر داره تک میزنم و دوباره مارکرش رو همونجا قرار میدم. خب این 23 تا پایه رو هم سر جای خودش میبافم و اینجا هم به همین ترتیب. پایه اول جفت، دوتای بعدی تک، پایه اول جفت، دوتای بعدی تک، اینجا هم پایه اول جفت، دوتای بعدی تک. دوباره 23 تا پایه سر جای خودشون. بچه من به خاطر اینکه فیلم خیلی طولانی نشه، اذیت نشید، یه قسمت افزایشی ها رو میگم، قسمت بعدی هم دقیقا همون افزایشی تکرار میشه. حالا رسیدیم به پایه های تک که باید سر جای خودشون بافته بشن. نگاه کنید بچه ها، این مارکرها هم روبروی همدیگه میفتن. اینجوری نیست که بگیم ابتدایی رو جفت زدیم اینجا تک شده قرار زاویه به هم بخوره. نه، دقیقا همون هستش. حالا در انتها با یه بخار و یه خورده مرتب کردن دستمون کاملا روبروی هم میفتن و مشخصه. خب نگاه کنید بچه، تا اینجا بافت من انجام شد. 23 تا پایه رو هم زدم. رسیدم به رجع بعدی. مارکر رو خارج میکنم. حالا توی این رجع باید 3 تا پایه تک و یک جفت بافته بشه. حالا 3 تا پایه تکم رو اول میبافم و بعد جفتش رو میبافم. این یک پایه تک. خب پایه اول رو تک زدم. حالا یک پایه تک دیگه میزنم و یک پایه تک دیگه. یعنی الان من 3 تا پایه تک زدم. حالا پایه بعد رو جفت میبافم. دوباره 3 تا پایه تک، 1 2 3.
پایه بعدی میشه جفت. این باز شد. خب پایه بعدی جفت بافی میشه. 2 تا پایه کنار هم بافته میشه. دوباره 3 تا پایه تک میشه 1 2 و 3. پایه آخر که قراره جفت بافی بشه اینجا هستش که مارکر داره. مارکر رو خارج میکنم و زیر زنجیره 2 تا پایه یک جا میبافم و مارکر روی پایه آخر قرار میگیره. خب دوباره 23 تا پایه سر جای خودشون اینجا 1 2 3 3 تا تک چهارمی میشه جفت. 1 2 3 3 تا تک چهارمی میشه جفت. 1 2 3 3 تا تک چهارمی که مارکر داره میشه جفت. دوباره 23 تا پایه سر جای خودش بافته میشه. میبافم برمیگردم. این رنج هم تموم شد. رسیدم دوباره به مارکرم. مارکر رو خارج میکنم. حالا اینجا باید 4 تا پایه تک و یک جفت بافته بشه. بچه هم میتونیم پایه جفتمون رو ابتدا ببافیم، بقیه رو تک بزنیم. همین که نصف پایه های جفتمون که 4 تا هستش، نصف پایه های تکمون معذرت میخوام، نصف پایه های تک رو ابتدا ببافیم، پایه جفت رو وسط و بعد از اون بقیه پایه های تک. الان من 4 تا پایه تک دارم، یک جفت، یعنی 2 تا از پایه های تک رو میتونم ابتدا ببافم. این یک پایه تک که مارکر روش قرار میگیره. اینم پایه دوم تک. درسته؟ خب حالا پایه سوم رو من جفت بافیش رو انجام میدم که وسط قرار بگیره و روی جفت قبلیمون نیفته. خب حالا دوتای تک بعدی رو میزنم که رو هم دیگه تکامون بشن 4 تا. متوجه شدید؟ نگاه کنید بچه ها. 1 2 2 تا تک 1 2. اینجا هم 2 تا تک میشه 4 تا تک. یک جفت رو من وسط انداختم. پس همون 4 تا تک یک جفته، ولی نصفش رو این قسمت بافتم، نصفش رو این قسمت. برای تک تک این افزایشی ها همین کار رو انجام میدم که جفت ها روی هم نیفته. حالا یک پایه تک، 2 تا پایه تک، وسطی رو جفت بافی میکنم که پایه سوم هست جفت میشه. 2 تا پایه کنار هم. حالا 2 تای بعدیش رو تک میزنم که رو هم دیگه بشن 4 تا تک و یک جفت. اینجا هم به همین ترتیب انجامش میدم. 1 2. این 2 تا تک، پایه وسط رو جفت میزنم، 1 و 2 تا پایه کنار هم. حالا 2 تای آخر رو هم تک میزنم. به این صورت پایه هامون روی هم دیگه، پایه جفت ها روی هم نمیفته و کارمون زاویه دار نمیشه. به همین صورت گرد باقی میمونه. این پایه تک آخری که مارکر رو روش قرار میدم. نگاه کنید پایه ها دقیقا همونه. این 23 تا سر جای خودش. دوباره اینجا 2 تا تک، وسطی رو جفت، دوباره 2 تا تک، 2 تا تک، وسطی رو جفت، دوباره 2 تا تک. اینجا هم 2 تا تک، وسطی رو جفت میزنم. این 2 تای آخر رو هم تک میزنم و بعد این 23 تا پایه دوباره سر جای خودش. خب اینم از این رج. حالا رسیدم به این رجی که باید 5 تا پایه تک یک جفت بزنم. بچه‌ها این رج هایی که تعداد پایه های تکمون فرد هستش، مثلا مثل 3 تک، 5 تک، 7 تک، اینا تعداد پایه های تک رو کامل میبافیم و بعد جفتش رو انجام میدیم. حالا این اولین پایه تک من که بلافاصله دوباره مارکرم رو روش قرار میدم. 5 تا پایه تکیم دیگه. اولی رو بچه‌ها زنجیرش خیلی بزرگ شد، یه خورده کوچیک‌ترش کنم که بافتم تمیزتر بشه. این نکات ریزبافی رو، این ریزه ها رو اگه دقت کنیم خیلی کارمون عالی تر میشه. خب این دومین پایه تک، سومین پایه تک، اینم چهارمین و پنجمین پایه تک. پایه بعدی باید جفت بشه. این نخم 2 تایی شد. آره. خب این پایه آخر که باید جفت بافته بشه. 1 و 2. دوباره 5 تا پایه تک. 1 2 3 4 و 5. این پایه که ششمی هستش جفت بافی میشه. قسمت بعدی هم 5 تا تک و یک جفت. 1 2 3
4. این هم 5مین پایه تک و این پایه‌ای که مارکر روشه باید جفت بافی بشه. 1 و 2. روی پایه آخرش هم مارکرمون قرار میگیره و این بافت تکرار میشه. 23 تا پایه سر جای خودش اینجا. 5 تا پایه تک یک جفت، 5 تا پایه تک یک جفت و 5 تا پایه تک یک جفت. دوباره این 23 تا سر جای خودش تا آخر. حالا بچه یه نکته رو بهتون بگم که دیگه خودتون ادامه کار رو انجام بدید. پایه هایی که فرد بودن تعداد پایه های تک رو ابتدا میبافیم و بعد از اون جفت. پایه هایی که جفت هستن یعنی 6 تا پایه تک یک جفت، من 3 تا تک رو ابتدا میبافم، جفت رو وسط قرار میدم، 3 تای بعدی رو دوباره تک میبافم. به همین ترتیب پیش میرم. 3 تا تک وسطش جفت، دوباره 3 تای تک، 3 تا تک وسطی جفت، دوباره 3 تای تک. پس وقتی که پایه های تکمون زوج هستن نصف رو ابتدا، نصف رو انتها، پایه جفت رو وسط قرار میدیم. ولی وقتی رسیدیم به مثلا رج بعدی که 7 تا پایه تک یک جفته، 7 تا پایه تک رو میبافیم و جفت رو آخر. توی رج‌های بعد هم همین کار رو تکرار میکنیم. یعنی وقتی رسیدیم به 10 تا پایه تک یک جفت، 5 تا پایه تک ابتدا، جفت رو وسط و دوباره 5 تا پایه تک دیگه. من این بافت رو باید تا جایی انجام بدم که به قطر مورد نظرم برسم. هم عرض کفی رو اونجوری که میخوام پیدا کنم و هم طولش رو. پس میبافم برمیگردم. خب من کفی رو بافتم. من تا 10 تا پایه تک یک جفت ادامه دادم. یعنی 5 تا پایه تک رو اینجا بافتم، جفت رو وسط بافتم و بعد از اون دوباره 5 تا پایه تک. بهتون گفتم که این کار رو انجام میدیم، ولی برای رج‌هایی که پایه های فرد دارن تمام فردا رو میبافیم و بعد جفت رو میبافیم. حالا یه نکته بچه‌ها اینجا بهتون بگم. من کفی که بهتون گفتم با 25 تا پایه بافته شد، من اون کفی رو باز کردم چون باید عرض کار من به تقریبا 32 33 میرسید. مجبور شدم اون کار رو بشکافم و با 32 تا زنجیره این بافت رو انجام دادم. ولی هیچ تفاوتی توی روند آموزشی نداره. یعنی همون رج‌ها، همون بافت و همون روند رو من ادامه دادم و تا رسیدم به اینجا. فقط تعداد زنجیرهامو بیشتر کردم. حالا این اندازه ها رو بهتون بدم بچه‌ها. عرض کفی من الان 15 سانت شد. ابتدای ویدیو بهتون گفتم که باید یک کفی با عرض 15 سانت من ببافم. طول کفی من الان 33 شده. این دقیقاً الان اون اندازه هایی شد که من نیاز داشتم برای این سفارش مشترک که گفتم قراره سفارشش رو با هم دیگه ببافیم، آموزشش رو برای شما ضبط کنم. حالا تعداد رنج ها رو بهتون بگم. این دو تا رنج که رفت و برگشتی بود هیچی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11 رنج من این کفی رو بافتم. 11 رنج پایین، 11 رنج بالا. تعداد پایه ها رو هم بهتون بگم بچه ها. از این مارکر تا این مارکر که ثابت هستن، این دوتایی که پایین و بالا هستن، 29 تا پایه اینجا من داشتم، 29 تا پایه اینجا. تعداد پایه هایی که اینجا داشتم چون 10 تا تک و یک افزایشی بود 30 تا شدن. این قسمت هم شدن 30 تا. حالا تعداد کل پایه های من توی این کفی چقدر شد؟ 2 تا 29 تا داشتم و 2 تا 30 تا. میشد 60. اینجا هم 70 80 90 100 118 تا من پایه توی این کفی دارم. ولی کفی قبلی که به شما آموزش دادم، این قسمت هایی که ثابت بودن هر کدوم 23 تا پایه بود و این قسمت ها هم تا 9 تا افزایش پیش رفته بودیم. یعنی 3 تا دسته 9 تای این قسمت، 3 تا دسته 9 تای اینجا، 3 9 تا 27 تا، این ورم 27 تا، 2 تا هم 23 تا داشتم. یعنی تعداد پایه های کفی که شما بافتی توی ابتدای آموزش 100 تا پایه بود و اینجا 118 تا. حالا برای این بافت حتما باید تعداد پایه هامون زوج باشه که ما خدا رو شکر تعداد پایه ها زوج هستش، هم اونی که به شما یاد دادم و هم اینی که من الان بافتم. پس اینجوری میتونیم با زیاد کردن تعداد زنجیرها کفی رو بزرگتر بکنیم. خب حالا میخوایم بافت رو انجام بدیم. بچه اینو بهتون بگم که این مارکر ابتدایی رو تنها نیاز داریم. این 3 تا مارکر آبی رنگ رو من خارج میکنم. فعلا بهشون نیاز نداریم. خب حالا اینجایی که مارکر رو خارج کردم، زیر زنجیرش میرم، یک نخ بیرون میارم، یک بست میزنم، یعنی از زنجیره روی قلاب رد میکنم. یه دونه زنجیره میزنم، اینجا قراره پایه کوتاه کار کنیم. یه دونه زنجیره میزنم، وارد همین زنجیره میشم که بست رو زده بودم، یک نخ بیرون میارم. این نخ رو تا کجا باید بیرون بیارم بچه‌ها؟ اگر که میخواید بافتتون
ظریف‌تر و قشنگتر باشه، یه مقدار کوتاه‌تر. اگر دوست دارید که فاصله دار باشه، یک مقدار بافت رو بزرگتر میکنید، یعنی این نخ رو کوتاه بلندش میکنید. ولی حتما تمام بافت‌هاتون یک اندازه باشه. خب یه پایه کوتاه زدم، 2 تا نخ رو یکی کردم. حالا مارکرم رو همینجا باید قرار بدم. حالا یک زنجیره میزنم، یک پایه از پایین رها میکنم، میرم سراغ پایه بعد، زیر زنجیرش میرم، نخ رو بیرون میارم دقیقاً اندازه پایه قبلی و 2 تا یکی میکنم. دوباره یک زنجیره، یک پایه رها میکنم از زیر زنجیره بعدی، یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها میکنم از زیر پایه بعد، یک پایه کوتاه. نگاه کنید بافت به همین ترتیب هست که میبینید یک فاصله بینشون ایجاد میشه. یک زنجیره، یک پایه رها میکنم از زیر پایه بعد، یک پایه کوتاه میبافم. یک زنجیره، دوباره یک پایه رها از زیر پایه بعد، یک پایه کوتاه میبافم. خب حالا این بافت رو من تا انتها انجام میدم تا برسم به این مارکر. یک زنجیره، یک پایه کوتاه، یه دونه پایه هم از پایین فاصله میذارم. خب این ردیف تموم شد. نگاه کنید بچه‌ها، این زنجیره آخر رو هم حتما یادتون نره که بزنید. رسیدم، نگاه کنید یه دونه پایه این وسط باقی میمونه. رسیدم به اینجایی که مارکر داشتم. مارکر رو خارج میکنم و همینجا زیر این زنجیره پایه اول یک بست میزنم، نخ رو بیرون میارم و از این حلقه رد میکنم. خب حالا بافت این ردیف دوم باید از داخل این فاصله ها انجام بشه. پس وارد فاصله میشم، یک نخ بیرون میارم و دوباره یک بست میزنم که با این بست خودم رو انتقال بدم به این وسط. حالا یک زنجیره و دوباره از داخل همین فاصله اولین پایم رو میبافم، یک نخ بیرون میارم و 2 تا نخ رو با هم یکی میکنم. دوباره مارکر رو همینجا قرار میدم. بافت من از توی این پایه شروع میشه. خب حالا دوباره همون روند رو تکرار میکنیم، یعنی یک زنجیره و این دفعه از داخل فاصله ها، یعنی از رج دوم به بعد بافت ما از داخل این فاصله هایی که تک زنجیره ایجاد کرده، این تک زنجیره بود که اینجا زدیم، یه فاصله اینجا ایجاد کرده، بافت ما از داخل این فاصله ها ادامه پیدا میکنه. نگاه کنید نخ رو بیرون میارم دقیقاً اندازه پایه های قبلی و 2 تا یکی میکنم. دوباره یک زنجیره وارد فاصله بعد میشم، نخ رو بیرون میارم و 2 تا یکی میکنم. دوباره یک زنجیره وارد فاصله بعد میشم، نخ رو بیرون میارم، یک پایه کوتاه. به همین ترتیب یک زنجیره توی فاصله بعدی میرم، یک پایه، یک زنجیره توی فاصله بعدی، یک پایه و به همین ترتیب بافت من ادامه پیدا میکنه. یک زنجیره، یک پایه برای تمام رج‌ها به همین صورت پیش میره. نگاه کنید بچه‌ها، یه بافت خیلی زیبا به این صورت، نگاه به این صورت که فاصله خیلی کمی هم داره، یعنی این فاصله ها با پایه هایی که توی ردیف بعد از داخلشون بافته میشه یه مقداری تا حدود خیلی زیادی پر میشه. بعدن که کیف آستر کشی شد نمای خیلی قشنگتر و بهتری پیدا میکنه. پس من این رج رو هم تا انتها به صورت یک زنجیره و توی فاصله یک پایه ادامه میدم. تا انتها میبافم. خب رج دومش رو هم من تموم کردم. نگاه کنید به این صورت بافت ما انجام شد. رسیدم دوباره به مارکر. اینجا دوباره باید همین کار رو انجام بدم. روی زنجیره اول یک بست میزنم، یک اینجا هم باید برم توی فاصله، یه بست دیگه توی فاصله میزنم. حالا اینجا یک زنجیره و توی همین فاصله یک پایه، یعنی دقیقاً این بافت ابتداش همین جوری هستش. 2 تا بست میزنیم، یه دونه روی زنجیره، یه دونه داخل فاصله، یک زنجیره میزنیم و یک پایه کنار هم دیگه. نگاه کنید بچه‌ها به صورت اوریب هم پیش میره. اگر که به این صورت پیش رفتید فکر نکنید که اشتباه شده. خب بافت دوباره به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه، یعنی بافت این کیف تماما یک زنجیره توی فاصله یک پایه، یک زنجیره توی فاصله بعدی یک پایه بافته میشه. نگاه کنید بچه‌ها فاصله ها هم اینجا کاملا مخفی شدن و بافت اینجا مشخصه. تمام پای کوتاه ها هم اندازه هستن.
پس بافت رو به همین ترتیب تا ارتفاعی که دوست دارید ادامه میدید، تا جایی که دوست دارید بلندی کیفتون باشه این بافت رو ادامه میدید. و یه نکته دیگر هم بچه‌ها بهتون بگم که این بافت رو میتونید روی کفی مستطیل هم بزنید. بعضی وقتا از من سوال میکنن که مثلا شما با کفی بیضی بافتید، ما میشه با مستطیل ببافیم؟ بله، تفاوتی ندارن، فقط اینه که فرم کیفتون از پایین اینجا به صورت بیضی هستش، روی کفی مستطیل گوشه داره. پس من این بافت رو تا ارتفاع مورد نظرم ادامه میدم، یک زنجیره توی فاصله یک پایه میبافم، برمیگردم برای ادامه این بافت این کیف زیبامون. بچه اینجا رو دقت کنید، من چند ردیف از این بافت رو انجام دادم. نگاه کنید بچه ها، بافت من جمع شده، لبه های کار جمع شده. من نمیخوام تا کامل بافت رو انجام بدم بعد یه بخار بهش بدم. سعی میکنم وقتی یه مقدار از بافتم رو انجام دادم کیف رو به این صورت برگردونم. نگاه کنید بچه ها، کفی من این اندازه است. نگاه کنید بافت از اینجا شروع میشه، پس باید این رو با دست مرتب کنیم. برای کفی کیف هم میتونید از شلاقی استفاده کنید. یه حالت ورق ماننده براتون میارم اینجا، میخوام انجام بدم برای کف کیف انجام میدم که ببینید به چه صورته. هم میتونید از پارچه نمدی استفاده بکنید، یه دونه کفی دقیقاً اندازه خودش قیچی میکنید و با چسب بهش میچسبونید که یه حالت محکم پیدا کنه، اینجوری حالت افتاده نداشته باشه. حالا من میخوام شلاقی قرار بدم داخلش. یه دونه وقتی که برش دادم ویدیو براتون میگیرم که به چه صورت اتصالش بدید به کیف. حالا میخوام این لبه های کیف رو من یک بخار بدم که یه مقدار حالت باز و مرتبی پیدا بکنه و بعد از اون من بتونم ادامه کیف رو ببافم. حالا من اتو رو داغ کردم، یه دونه پارچه بچه‌ها زیرش حتما قرار بدید. من اینجا چون جلوی دوربینه نمیخوام همش رو اینجا بخار بدم. نگاه کنید این قسمت رو سعی کنید این کفی رو نزنید، فقط همین قسمت رو نگاه کنید با اتو همه قسمت هاشو میچرخونم، یه بخار بهش میدم که یکم حالت نرمتر پیدا بکنه، بتونم ادامه بافتم رو انجام بدم. نگاه کنید به این صورت ایستایی کیف رو هم میبینید که چطوری هستش. با دست مرتبش میکنم. نگاه کنید این شلاقی رو که کف کیف بچسبونیم خیلی صاف و مستقیم اینجوری میاد بالا، کیفمون خیلی قشنگ میشه ایستایش. نگاه کنید وقتی که به بافتت بخار دادی کامل مدل رو میبینی که به چه صورت بافتت اگه ایرادی چیزی داره کامل مشخص میشه. سعی کنید یه مقدار که بافت رو انجام دادید یه بخار بدید و بعد از اون بقیهش رو انجام بدید. من این شلاقی رو آماده میکنم، یه ویدیوی کوچولو براتون میگیرم. خب بچه من این کیف شیدا رو تا اینجا بافتم که اندازش رو هم بهتون میگم تا کجاست. نگاه کنید از اینجایی که خط کفیمون هستش کامل اندازه میگیرم تا اینجا 26 سانتی متر شد. من 26 سانتی متر این کار رو ادامه دادم. بچه کفیش رو من هنوز شلاقی رو نزدم. شلاقی رو وقتی که میخواستم بزنم حتما بهتون میگم که به چه صورتی. گفتم اول بافت رو تموم بکنم و بعد از اون کفی رو میچسبونیم. حالا نگاه کنید بچه‌ها، وقتی اندازه کیفتون به دلخواهتون رسید، همین اندازه‌ای که قراره داشته باشید، بست آخر رو میزنم. یه دورگیری معکوس میخوام براش انجام بدم. نگاه کنید روی زنجیره اول یک نخ بیرون میارم و یک بست میزنم. خب حالا یک زنجیره اینجا میزنم، میخوام برگردم و روی این زنجیره ها یک بافت لبه معکوس برای این کیف درست کنم و کارش تموم بشه. نگاه کنید بچه یک مقدار نخم رو اضافه تر بیرون میارم. این پایه اول، این در از زنجیره اول نمیرم روی پایه‌ای که گندمی بافته بودم. نگاه کنید به صورت برگردون برمیگردم زیر زنجیره این پایه کوتاه، نخ رو میگیرم میارم بیرون. الان دو تا نخ روی قلاب منه، هر دو رو با هم یکی میکنم. یک مقدار نخ رو اضافه تر میکشم قد یک زنجیره، چون میخوام یه زنجیره رو جا بذارم. برمیگردم زیر پایه کوتاه، زیر زنجیرش نخ رو بیرون میارم، دو تا یکی میکنم. دوباره نخ رو اضافه تر بیرون میارم، برمیگردم زیر پایه کوتاه، زنجیره پایه کوتاه، دو تا یکی میکنم. یعنی من بچه این زنجیره‌ای که توی فاصله بود رو جا میذارم، از زیر پایه کوتاه بافت رو انجام میدم. دوباره نخ رو اضافه تر بیرون میارم، برمیگردم از زیر زنجیره پایه کوتاه. نگاه کنید بچه یه لبه خیلی خوشگل برای کارمون انجام میشه. نگاه کنید به این صورت.
برمیگردم زیر زنجیره پایه کوتاه، نخ رو بیرون میارم 2 تا 1، یک مقدار نخم رو اضافه تر بیرون میارم، دوباره همین کار رو تکرار میکنم. اگه این نخ کوتاه باشه بچه بافت جمع میشه، چون ما قراره یه پایه رو جا بذاریم بریم سراغ پایه بعد، حتما باید یک مقداری نخ رو کشیده بیرون بیاریم. خب به همین صورت این لبش رو میبافم به این صورت، دور تا دور این بافت رو من انجام میدم تا برسم به این نقطه. اگر که میخواید ابتدای رج رو هم گم نکنید، میتونید همین جایی که پای بست رو زده بودیم یه دونه مارکر قرار بدید. پس من این بافت رو انجام بدم. خب این لبه برگردون رو من بافتم و تموم شد. حالا اینجا رو قیچی میکنم، این پایه آخر رو هم بافتم. بچه‌ها نگاه کنید، ما از این پایه شروع کردیم، این پایه آخر بود، این رو هم میبافیم و نخ رو قیچی میکنیم. حالا یک مقدار این نخ رو که کامل آوردم بیرون، این مارکر رو خارج میکنم دیگه. این مارکر رو هم که نیازی ندارم. از پشت کار میرم زیر این زنجیره اول، نخ رو میگیرم و میبرم به سمت پشت، اصلا اتصال خاصی هم نداره. حالا این نخ رو میتونید یا با قلاب کوچیک یا با سوزن بین بافت مخفیش کنید. سوزن ها هم بچه ها سوزن گلدوزی هستن، یعنی الان این نمونه‌ای که من دارم سوزن گلدوزیه، نشونتون بدم به این صورته. نوکش هم اصلا تیز نیست. میتونید از سوزن های پلاستیکی هم استفاده بکنید. یک مقدار این ابتدایی رافیا رو با دستتون فشار بدید، نازکتر میشه و خیلی راحت از این سوزن رد میشه. بین بافت مخفیش میکنم و بعد از اون بریم که کفی شلاقی رو بهش اتصال بدیم با چسب یا آهن یا چسب حرارتی. خب لابلای بافت میبرمش به این صورت که مخفی بشه و کلا محکم بشه. سعی کنید تو روش‌های مسیرهای مختلف ببریدش که مخفی بشه. خب من این رو قیچی میکنم. خب من نخش رو هم قیچی کردم. الان کار این کیف تا اینجا تموم شده. حالا کفش رو نگاه کنید بچه ها، یک حالت برآمده داره. من میخوام این کف تخت بشه، صاف بشه که وقتی روی زمین قرار میگیره صاف و یک دست باشه. این بچه ها شلاقی هستش. من به اندازه کفی بیزی برش زدم. کفی کارم حالا یک مقدار کوچیک‌تر اندازه گیری میکنیم. مثلا اگر 15 سانته شما 14 سانت اندازه میگیرید. از کنارها هم همینطور. نمیگم خیلی کوچیک بچه ها، یه ذره باید کوتاه‌تر باشه که وقتی کف کیف قرار میگیره کفی رو بپوشونه. حالا نگاه کنید بچه ها، اینجا که من قرارش میدم این که چسب میخوره این کفی به این صورت میشه. هم کف از داخل کفی رو چسب میزنیم و هم شلاقی رو. نگاه کنید بچه ها، به این حالت محکم و زیبا در میاد که ایستایی کیفمون خیلی زیاد میشه. نگاه کنید به این صورت کف کیف قرار میگیره و باید با دست یا یه چیز سنگین فشارش بدیم که محکم بشه. بعضی از مربی ها هستن که میان و یک کفی دیگه دوخت میزنن، بافت میزنن و اتصالش میدن به کفی قبلی. الان من اینو آماده کردم نشونتون بدم به چه صورته. این یه دونه کفیه که منظورم میخوام، این کفیه که قبلا برای خود این کیف بافتم، کوچیک بود ولی قیچیش کردم گذاشتم کنار. نگاه کنید بچه‌ها، از نظر اندازه زیاد تفاوتی نداره. این رو هم میتونید اتصال بدید به کف کیفتون، بافت بزنید اتصال بدید به کف کیف اگر که نخواهید آستر کشی کنید. ولی چون من آستر کشیش رو میخوام انجام بدم نیازی نیست که این رو بزنم. کفی رو میچسبونم، وقتی که کامل چسب خورد آستر کشیش رو انجام میدم و بعد از اون نگاه کنید بچه‌ها این کف کیف و همین صافی و قشنگی میشه و وقتی که روی زمین قرار میگیره ایستایی خیلی خوبی داره. پس این کیف فقط اتصال بندش میمونه که آستر کشی رو انجام میدم، بند کیف رو هم اتصال میدم و بهتون میگم که به چه صورته. خب بچه‌ها من کف کار رو نگاه کنید به این صورت کفی رو چسبوندم. از این استوک ها استفاده کردم. نگاه کنید بچه‌ها، من نمونهش رو آوردم اینجا براتون نشون بدم. از خرازی ها تهیه میکنید کف کیف رو. دقیقاً این گوشه هایی که شروع بافت کفی بیزیمون بود، این دو تا نقطه رو وارد میکنید استوک ها رو و از اینجا از داخل، من نمیشه توی دوربین نشون بدم، گفتم براتون توضیح بدم.
این دو نقطه رو دقیقاً روبروی خودش سوراخ میکنیم با یه قیچی، یه چیز نوک‌تیزی و استوک ازش رد میکنیم و این زبونش رو میخوابونیم. به این صورت من چسبم زدم، البته هم چسب آهن زدم هم چسب حرارتی، ولی خب با اونا محکم نشد. این استوکا باعث میشه که این کفی تکون نخوره. خب من آسترکشیش رو هم پارچه‌شو بریش زدم، دور تا دور خودش بریش میزنم و آسترکشیش رو انجام میدم و برمیگردم برای اتصال بند کیف. خب بچه نگاه کنید، من دو طرف این بند کیف رو اتصال دادم. نگاه کنید، هم از این قسمت ها و هم از قسمت وسط تنظیم میکنید و یک مقدار حالت کج اتصال میدید که وقتی کیف رو بلند میکنید، نگاه کنید دستای کیف اگر به این صورت باشه، وقتی که بلندش میکنید از اینجا یه تاب میفته روی بند کیفتون، ولی یک مقدار حالت کج این بند رو اتصال میدید که وقتی که بلندش میکنید دقیقاً به همین صورت صاف و زیبا باشه. من یک قسمت از مگنت رو هم اتصال دادم و حتما آموزشش رو برای شما برای این قسمت هم میگیرم. حالا بریم که این قسمت بند رو هم اینجا رو هم اتصال دادم و این قسمت آخرش مونده که با هم دیگه انجامش میدیم. خب از اینجا من شمردم 14 رنج باید برم بالا که دقیقاً برسم به این قسمتی که از اون قسمت هم 14 تا رنج بود، دقیقاً مثل هم دیگه باشه. بند رو از اینجا مرتب میکنم و اینجا نگاه کنید روی این قسمت اینجا من باید باشه. حالا از این قسمت هم شمردم و 6 تا 1 2 3 4 5 6 تا از این پایه های کوتاه رو باید بذارم کنار، یک حالت کج بهش بدم. اینو من برعکس گذاشتم، این وریه. راست و چپ بند رو مشخص کنید که کارتون تمیز باشه. یک مقدار حالت کج نگاه کنید، وقتی که این بند رو از اینجا میکشم کاملا یک اندازه است. خب حالا دستم رو محکم روی این قسمت نگه میدارم. اول سوزنم رو میبرم زیر یکی از این نخها، از نخی که رنگ خود کیفه استفاده میکنم و این قسمت رو اتصال میدم و نخ رو اینجا محکم میکنم. خب وقتی که اینجا قرار گرفت با دستمون محکم نگهش میداریم و از سوراخ اولی که دقیقاً توی گوشه بالا هست من سوزن رو رد میکنم. حالا چرا من از اینجا شروع کردم؟ معمولا من از این قسمت پایین شروع میکنم و تا این قسمت میرم، ولی چون قرار این محکم بشه و تکون نخوره میخوام از بالا شروع کنم. از بالا محکمش میکنم میام به سمت پایین و از پایین دوباره از این قسمت میرم به سمت بالا. شما هم حتما همین کار رو انجام بدید و اینکه ابتدای بافت رو 2 بار یا 3 بار این نخ رو رد کنید. میرم توی سوراخ بعدی، سوزن رو میارم بیرون. یک مقدار بچه‌ها کار زمانبری هست ولی با حوصله انجامش بدید و اینکه دقت کنید که تکون نخوره و کارتون بد فرمایی نسته. نگاه کنید بچه‌ها، یه دونه نخ هم از این نخ‌های کیف میگیرم، از این نخ رافیا. نگاه کنید به این صورت، چون الان رنگ کیف زیاد مشخص نیست. خب من یه توضیح بهتون بدم سر این کیف و نگاه کنید دقت کنید بچه‌ها، این کیف به سمت اوریب به سمت داخل، این یکی هم باید به سمت داخل. یه خیلی کم اوریب بدیم که هر دوتا شیب داشته باشه. نگاه کنید وقتی که بند کیف رو میگیریم به این صورت باشه، اینوری اگه باشه اینجا تاب میخوره. و حتما دستتون رو وقتی که میخواید این دوخت رو انجام بدید روی این قسمت قرار بدید که تکون نخوره. ما اینجا رو آستر کشی کردیم، پس باید لایه لایه از این نخ‌ها زیر سوزن قرار بدیم و این قسمت رو بدوزیم. بچه‌ها برای مگنت هم، برای دوخت مگنت هم من این قسمت مگنت رو هم بهتون بگم که به چه صورت من دیگه اتصالش رو انجام میدم. نگاه کنید بچه‌ها، روی این لبه‌ای که دوخت کیف رو انجام دادم، روی همین لبه باید مگنت رو اتصال بدم. اینجا دقیقاً وسط کیف رو پیدا میکنم، این مگنت رو اتصال میدم. این قسمت مگنت رو هم همینجا روبروی خودش قرار میدم. نگاه کنید حتما اندازه‌گیری کنید که روبروی خودش باشه. روی این قسمت قرار میدیم و اینجا سوزن رو من یک مقدار از دوختش رو هم انجام بدم براتون. 2 تا سوزن آماده کردم که بهتون بگم به چه صورته. خب نگاه کنید بچه‌ها، یک لایه نگاه کنید از پشت پارچه من میام که میخوام دوخت سوزن اونجا قرار بگیره، بره پشت و مشخص نباشه. از تو سوراخ اول رد میشم، وارد سوراخ دوم میشم. میتونید ببرید نگاه کنید کامل پشت کیف، اصلا اینجا محدودیت نداره و کارتون خیلی راحته. دوباره همین کار رو روی همین قسمت انجام میدم، یعنی هر سوراخی رو من 2 بار
ازش دوخت انجام میدم که محکم بشه. به این صورت تمام این مگنت رو اینجا دوخت میزنم. کار سختی نیست بچه‌ها. نگاه کنید الان من این قسمت رو دوخت زدم، دوباره وارد همین سوراخ دوم میشم. فقط تنها کاری که باید شما بکنید اینه که خیلی دقت کنید که روبروی همدیگه باشه و اینکه تکون نخوره. نگاه کنید دوباره وارد این سوراخ قبلی میشم. نگاه کنید دوختش به این صورت ظریف و زیبا. از این دو تا، از این هم دو تا. نگاه کنید دوباره از پشت میام از داخل همین سوراخ. نخ رو میارم بیرون و از این دومی سومی میبرم بیرون. دوباره از چهارمی میام، از سومی برمیگردم. دوباره همین کار رو تکرار میکنم. از چهارمی میام، از سومی برمیگردم، میرم توی قسمت بعدی. خب دوختش رو انجام میدم، دوخت بند کیف رو هم انجام میدم. این کیف زیبامون آماده میشه. خب اتصال بند کیف و مگنتش هم تموم شد به همین تمیزی و زیبایی. این کیف رو بچه من با 300 گرم نخ رافیا بافتم. بندای چرمش رو، این آستری اشبالت خیلی زیبا و این مگنت های چرم رو هم از خرازی مریم بانو تهیه کردم. پیجش رو توی کانال براتون تگ میکنم، حتما از اونجا براتون میذارم، حتما از اونجا تهیه کنید. این استوک ها هم همینطور، تمام ابزارش رو، تمام یراقالات کیف رو من از اونجا تهیه میکنم. خب امیدوارم که این کیف زیبا رو ببافید، از بافتش لذت ببرید. یه بخار خیلی حسابی قبل از اینکه آستر رو بهش بزنید به کیفتون بدید که کیفتون ایستایی خیلی خوبی داشته باشه. امیدوارم از این آموزش هم استفاده لازم رو برده باشید.